سلام، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. امروز اومدم 5 تا فیلم دلهره‌آور بهت معرفی کنم که پشمات بریزه. پس بزن بریم. شماره 5 Don't Move. این فیلم با کارگردانی آدام شینلر و برایان نتو فیلم به شدت دلهره‌آوریه. داستان از این قراره که یه زنی به نام آیریس از مرگ پسرش عزاداره و بدون خبر به همسرش با برداشتن فقط یه دونه چاقو میزنه به دل جنگل، جایی که یادبود پسرش رو ساختن. آیریس میخواد با پریدن از درده خودکشی بکنه که مردی به نام ریچارد سر میرسه و با حرف زدن آیریس رو منصرف میکنه. دوتایی به پارکینگی که ریچارد ماشینش رو توش پارک کرده میرن و در این بین ریچارد ماده‌ای فلج کننده به اون تزریق میکنه. آیریس با فرار کردن جون خودش رو نجات میده، ولی فقط 20 دقیقه تا فلج شدن وقت داره و باید از این فرصت برای فرار کردن از دست ریچارد استفاده کنه. نمره IMDb این فیلم 5.8 از 10 و راتن تومیتوی اون هم 73%. شماره 4 داگویل توسط لارس فون تریر کارگردانی شد و اون به خاطر این فیلم نامزد جایزه نخل طلای جشنواره کن شد. داستان فیلم در مورد دختر جوانی به نام گریس هست که دختر یک گنگستره و از دست پدرش به دهکده کوچیکی به نام داگویل فرار میکنه. اون از مردم دهکده میخواد که بهش کمک کنن تا اونجا قایم بشه و در ازاش براشون کار کنه. مردم دهکده هم با رغبت این پیشنهاد رو قبول میکنن، اما وقتی جستجو در شهر شروع میشه گریس متوجه میشه که حمایت اونا قیمتی داره. نمره IMDb این اثر 8 از 10 و نمره راتن تومیتوی اون هم 70%. شماره 3 هیدن. این فیلم با کارگردانی برادران دافر معروف ساخته شده. اگه نمیدونید اونا کیان، این دو برادر کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی سریال استرنجر تینگز رو انجام دادن. فیلم هیدن در مورد شیوع ویروسی عجیب غریبه که آمریکا رو ویران کرده. خانواده 3 نفره به نام‌های ری که پدر خانواده است، کلر که مادر خانواده است و دخترشون زویی به پناهگاهی متروکه پناه میبرن و در حالی که دنیا در حال مرگه اونا با مصرف غذاهای پناهگاه زنده میمونن، ولی اوضاع همینقدر خوب نمیمونه. نمره IMDb این فیلم 6.4 از 10 و راتن تومیتوی اون هم 83%. شماره 2 ترپ. فیلم ترپ یا تله به کارگردانی و نویسندگی ام نایت شامالان و بازیگری جاش هارتنت توسط برادران وارنر منتشر شده. شخصیت اصلی یعنی کوپر یه قاتل زنجیره‌ای خطرناک و حرفه‌ایه که قصاب لقب گرفته. کوپر به همراه دخترش رایلی که طرفدار خواننده‌ای به نام لیدی ریون هست به کنسرت اون میرن. همه چی خوبه تا اینکه کوپر متوجه میشه تعداد پلیسایی که تو کنسرت هستن زیاده و بعد از سوال از مسئول بوفه متوجه میشه که این کنسرت یه تله است تا اونو گیر بندازن و پلیسا برای دستگیری کوپر قصاب به اونجا اومدن. نمره IMDb این فیلم 5.8 از 10، راتن تومیتوی اون هم 57% هستش. شماره آخر و 1 انمی. این فیلم با کارگردانی دنی ویلنو بر پایه رمان همزاد ساخته شده. آدام بیل استاد دانشگاه تاریخ به پیشنهاد یکی از همکارانش فیلمی رو اجاره میکنه که ببینه و وقتی چهره بازیگر فیلم رو میبینه متوجه میشه که با اون مو نمیزنه. با چند تا سرچ ساده متوجه میشه اسم اون بازیگر آنتونیه و فیلمای دیگه اون رو هم میبینه. آدام دنبال آنتونی میگرده و در این بین اتفاقات عجیبی میفته.
بازی جک جیلینگهام توی این فیلم واقعا قابل تحسینه. نمره IMDb این فیلم 6.9 از 10 و راتن توماتوی اون هم 73%. بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. ویدیوهای دیگه تو راهه و اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما این چنل رو به دوستاتون معرفی کنید و تا ویدیو بعدی بای بای.